سلام رفقا، امروز با هم میریم به یکی از بهشتی ترین جاهای قزوین، یعنی دریاچه اووان. این دریاچه زیبا در دل علموت قرار گرفته که به نگین علموت معروفه، جایی که کوهها و جنگلها مثل قلب طبیعی دور تا دورشو گرفتن. وقتی از دور به اووان نگاه میکنی انگار وسط کوهها یه آینه بزرگ گذاشته باشن که آسمون و ابرها خودشونو توش نگاه میکنن. یکی از نکته‌های جالب درباره اووان عمقشه. عمق دریاچه حدود 6-7 متره که نسبت به ظاهرش خیلی هم زیاد نیست، اما همین مقدار باعث شده قایق سواری، ماهیگیری، پدل و حتی شنا توی تابستون خیلی لذت بخش بشه. جالبه بدونید این دریاچه یه منبع آب زیرزمینی طبیعی داره و همین چشمه‌های جوشان کف دریاچه هستن که آب اووان رو تامین میکنن. یعنی خبری از رودخونه یا آبشار که بهش بریزه نیست. اووان خودشو سیراب میکنه. زمستونا که هوا سرد میشه آب دریاچه یخ میزنه و تبدیل میشه به زمین اسکی طبیعی روی یخ. اما بهار و تابستونش چیز دیگه ایه، پر از پرنده های مهاجر مثل قو و مرغابی که اینجا رو برای استراحت انتخاب میکنن. وقتی این پرنده ها روی سطح آروم دریاچه شنا میکنن منظره ای میسازن که آدم واقعا دلش میخواد ساعتها فقط نگاه کنه. از نظر موقعیت جغرافیایی اووان توی ارتفاع حدود 1800 متری از سطح دریاست و همین باعث میشه هوای اطرافش همیشه خنک و دلپذیر باشه. حتی توی روزای گرم تابستون وقتی وارد منطقه میشی یه نسیم خنک از سمت دریاچه بهت خوش آمد میگه. سوغاتی معروف اووان نون محلی، کره و پنیر محلیه. در کنار دریاچه محلی برای صرف صبحانه و نهار و شام وجود داره. پس از غذاهای محلی مثل کپرگل، اشکمه و آش دوغ غافل نشین. کپرگل که به کاپاریس، یاردون یا خاروک هم معروفه، اواخر تابستون و اوایل پاییز کش میشه و به صورت خوراک میتونید نوشجان کنید. این دریاچه فقط یه جاذبه طبیعی نیست، پر از خاطره و آرامشه. خیلی ها برای پیکنیک، کمپینگ و حتی فقط برای نشستن کنار آب میان اینجا. صدای پرنده ها، انعکاس کوهها روی آب و سکوتی که با موجهای کوچیک دریاچه میشکنه همه با هم باعث میشن اووان مثل تیکه از بهشت باشه. اگه اهل سفر و طبیعت گردی هستی دریاچه اووان رو توی لیستتون بذارین، چون اینجا جاییه که میتونید هم آرامش پیدا کنید هم هیجان تجربه کنید. اگه دنبال دیدنی های خاص ایران هستی ویدیو رو لایک کن و کانال زوج ماجراجو رو سابسکرایب کن.